مقصد رمز همون مرحله سیوم نهایی است. شما بیاید که نزدیکتر بیاید اینجا. یک نکور از زینت میدان از حضور شما رنگ دیگر بگیرد. شمشد چینین مقصد بیو حالی بیا باید صحبت در ادامه گفتگو های. بیو نزدیکتر بیو. طبقه نوبتی 1000 سومانی در طبقه اول هست به نام سعید جلال سعیدوف. مهمانان ازبکستان، نفران از تاجیکستان هر کی باشد. یک تلویزیون پلاسکی دیگر در بالای 1000 سومانی مکافاتی پهلوان مردم تاجیکستان. دیگر چکار کنن آخه حاجی یاری بیگ؟ طبقه دیگر بیار. مهمانا امکانیت دارید برادر عزیز شما شکل و ترتیب رقابت باز دیگرگونتر کنید. احترام مردم عزتمند تیمور ملیک برای اردگذاری به همین صمیمیت پهلوانان خیلی قوی است. برای آن همین اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران انفرادی یک افکوبی صمیمانه شما یک اسب 4 سالی دیگر در طبقه پهلوان رشت زمین شمشاد عبدالله هر دینا کمازمایی کردن. انا هر کی باشد مرحبا میدان دلران در ناحیه تیمور ملیک. پهلوانان ازبکستان شما با خواهشمندیم توصیت نزدیکتر بیو سرداور. مرحله اول انا فهرست پهلوانان شایان. مقصد هم در همین منزل و در همین موقع هنرش خیلی بهتر است. خواهشمندیم پهلوانان دیگر هم باشند و مقصد هم میتواند که نیرو سنجد. دو طبق در میدان دو مرده که برای شاجایزه نتیجه بخش آزمایشان انجام نیافت. هم سعید جلال و هم شمشاد. که یوسف بود که حاجی مشرف که پهلوان ازبکستانی با حاجی مشرف رحمانوف دعا گرفتن اونا. خواهشمند مهمان ازبکستانی بیایید. شهباز جماعت دهاتی کاندرتی ناحیه تیمور ملیک. شهباز جماعت دهاتی کاندرتی ناحیه تیمور ملیک. مقصد ناحیه وان یک چوری دوز این رقابتی میدان امروز را ادامه دهد. دستی پهلوان کولاب شهر شاهرخ امیر خان برداشته می شود. تشکر. در میدان دو پهلوان برومند و محبوب کشور که در به دست آوردن شاهجایزه هر دو هم موفق نشدند، حالا حریفان خود را انتظارند. یک اسب چاری با زین و اوزاری سطح لازمه شرکت کننده در میدان های چواندازی به نام پهلوان ناحیه رشت 1000 سومانی. یک تلویزیون پلاسکی در طبقه سعید جلال سعیدوف. یک تلویزیون پلاسکی یک چمکشک مکافات هر دو پهلوان میدان امروزه. دوباره هر دو پهلوان که مرا با دوش بگیرد که عبدالله هر دو اینا را دوباره کنید. هر دو پهلوانی که وزید اینو هم یک دوز یک مکافاتی دیگر. مقصد پهلوان تیمور ملیک. پس یک دو سه چهار پنج. حاجی مشرف رحمانوف آمان حریجی شما گشته میره بنظر عزیز.
ترکیبی کمربند داور و حریف شما باید که موافقه در هر دوشان درستن دیره دستی شما برادران فردوس و سعید مومن درد را نبیند. تشکر به هر دو پهلوان محبوب تاجیکستان. در میدان دیگر جلو در مرکز میدان مقصد پهلوانی کنگور جماعت دهاتی کنگور ناحیه تیمورملک. تشکر به هر دو پهلوان دیگر از ازبکستان و تاجیکستان. سرعت را باز هم جالب‌تر کنید. مخلصان در جریان توبازبایی باید پهلوانی محبوب میدان امروزه را دریابند. که تو طلبکار برای مکافات عالی جایزه بودند، هر دو هم دارای طبق میدان امروزه از 4 سال و تحفه که به سیدجلال تحصیل دادند در این باره گفتیم. گفتی شد کنی گدخونی شهر ترسوزاده بیا یک طبقی میده بازی برنامه این برادر کجا شد؟ ایام گوشتی نمیگیره دیگر ایام تو پیدا گردیدن رقیبان سیدجلال و شمشاد اسرائیل نعمتوف مردم تیمورملک با صمیمیت استقبال برگشت اسرائیل و یک کفکوبی میکنند. خیلی برادر محترم و عزیز میدان امروزه تیمورملک شمشاد عبداللهیوف ورزشگری محبوب و شایسته میدان امروزه معروف یک اسب 4 سال به هر دو سعادت و موفقیت میدان خداوند نصیب کند. زیبایی گوشتینا در میدان با همون صمیمیت با تبلیغ موسیقی متنتنی شعبه فرهنگی ناحیه آوازداری تیمورملک احترام نوری دیده محبت در میان مردم کتلان و زالان و شایسته دیگه کن یک کافکوبی صمیمانه. خب پولوسکی باز 1000 سومانی دیگر باز گوسفند بزن در بالای همو پیوند کنیم ترتیب خیلی کنیم چی خیلی این 30,000 نفر که در میدان است همه این زیبایی گوشتین ملی را خوبتر میدانند. طلب مردم است که ددخان قربان علیوف یک قدمش رو به همه میدان نزدیکتر کند. فاتحه نیکی بابای درست است. تشکر. قدر و احترام مردم از همه والا و ارزنده و شایسته است. شما پهلوانان مردمید بدون مبالغه نام شما را گرفتیم کفکوبی دهچن شد. بیایی هر چی بادا بود بیا با شما بیاد. هوپا هوپا سلام باشید. اینم ترتیبی درست است. طبقه پردو میگه که کم ترک یک دیخنی دویم برای جستجوی کشوده شوی شما راه شوی آوم و در دور دویم مرازیم. تشکر. بیا طبقه دیگر یک گاوی 4 سال در همه مکافات برادری شهر ترسونزاده. کجا شد مهمانای دیگر؟ اوهو یک لباس ورزشی دخوفکه بالای همون گاوی 4 سال یک دخوفکه گرزم. کنی مهمانای ونجی کی کجا شد؟ شیخوف سعید مومین هم میشود حاضر چی گفتی همون ترتیبی فوتبال بازا سمردین یعنی دین که اگنت یازود است.
می‌کنید برادران. ریزوگی پهلوان برای به میدان آمدن این جماعت اول است. اندک فرصت شد که دستور مربی البته برای سرمست کار است. بگذار یک دخوفکا یک 10 کرات چمپیون جمهوری تاجیکستان در رشته های مختلف گوشتین، منظور از گفته بنده گوشتین تردی، جودو، سامبو و میلی است. سعید مختار اما پرتوفته که حتی فرصت نیست که قهرمان پای چپش هم برداره. رحمت به پدر، تشکر. اما ترتیبی که رسا کنی که باید اوزن بابای طلبک خرسک زند. تشکر، رحمت به پدر و برادری. صمیمیت گوشتین ملی ما فرق جهت های اما همین امید. خب مقصد بعدی غلبات میتوانید برگردید به میدان. فضل‌الدین نهیه ملجوان، سعید مختار و فضل‌الدین تحفه‌شان، یک قالین 4 و 5، یک ماشین جامع‌شویی دیگر بالای مکافات زم. به هر دو موفقیت دستی اسرائیل و شمشاد درد را نبیند. حاجی مشرف رحمانوف پهلوان دیگری ازبکستانی در گلیم کناری راستند. و سید جلال طلبکار باشد همانا طبق صاحب یک صدا است. صدای دویم میدان برای همان دریافتی مکافات بازم شایان ابوبکر رحمانوف هستن. امینو بیا در تیمورملیک چیپور گو گوسفندی 4 سال یک طبقی دیگر بازده می شود. کنی ابوبکر رحمانوف کلانی سنگین وزن، این سبک وزن است. که نزدیکتر بیا. قدر و منزلت مردم تیمورملیک افضل است. مایل شوخیش ما یک اینجا بیایید سلام کنید با گشتی نبی اینجا بیا. ابوبکر مایل یوخی اما چه مردم این قدر کنه احترام کنم، این قدر کفتونی های مردم زانوی چپش آسیب دارد. تشکر. اما قدر و احترام مردم را به جا آوردن رکن جوان مردی است. نوری دیده و خاطر احترام قدم رنجه کرده به سرزمین تیمورملیک. سپاس و تشکر. زانوی چپش آسیب دارد، خونسی گرفتن، دکتر دستور ندادن. تشکر زیاد. خوش آمدید، سلامت باشید. عضو منتخب گوشتین جودوی مملکت را به سرزمین همیشه سبز و پهلوان آفری تیمورملیک خیر مقدم میگوییم. اکنون که قمردین عین‌الدین اشاره شما درست است، با فکر شما من راضیم. هوپا یک کرسک صمیمانه شما اوجی رقابتی جالب و تاریخی در تیمورملیک. یک چاری گو، یک گوی 4 سال، یک دخوفکا. معروف شو یک چیز دیگر زم کن. آمدن شکر محمد میر محمد برای ما موفقیت است. یک تلویزیون پلاسکی دیگر به هر دو خدای اقبال و موفقیت. آمین. الله اکبر. دستفشاری برادران، قدرشناسی رفقان به احترام، همه اینجا به خاطر اینجا هر ترتیب گو گفتی کی خیلی شده که رحیم. اول اکسین کمیتان حاجی محمدی، بعد این کار بکار کرده شد گو. یک تندو تبزه برادری برو من یک شطور یک کرسک دنه خدا به هر دوی با سعادتیت بخش موسیقی و تنتنه را رنگین کر و میشه بکن.